مقامات عربستان سعودی میگویند در مراسم حج امسال نزدیک به 2.5 میلیون زائر مناسک حج فرضی را ادا خواهند نمود. بر اساس آماری که مقامات سعودی ارائه کردند، حدود 1.5 میلیون زائر از 160 کشور جهان به مقصد ادای مناسک حج وارد خاک عربستان سعودی گردیدند و نزدیک 1 میلیون دیگر از زائران محلی نیز امسال برای ادای حج به مکه و مدینه آمدند. یک مقامدار وزارت حج و عمره عربستان سعودی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که امسال شاهد بزرگترین شماره زائران در تاریخ خواهیم شد، زیرا شماره زائران از مرز 2.5 میلیون نفر خواهد گذشت. روز 25 میلیون علاقه شماره از زائران مراسم طواف را در گرد خانه کعبه انجام دادند. مراسم حج امسال زمان آغاز یافت که گرمی هوا در شهر مکه به 45 درجه رسیده است. به گفته مسئولان وزارت حج و عمره عربستان سعودی، امسال برای پیشگیری از هر گونه فلاکت تدبیرهای شدید امنیتی گرفته شده است و این تدابیر جدی امنیتی تا آخر مراسم حج حکم فرما خواهد بود تا زائران بدون یگان خطر و دشواری عبادت خود را انجام دهند. مسئولان سعودی به الجزیره گفتند که برای کمک به زائران بیش از 32,000 کارمند را تنها در ساحه تندرستی و یاری تاجری جلب نمودند. همچنین افراد زیادی را برای به صورت مجانی تقسیم کردن آب نوشاکی به زائران سفربر نمودند. از دیگر ویژگی های حج امسال باشد آن است که مقامات سعودی استفاده از هوش مصنوعی، سکوتر و اتوبوس های برقی را نیز اجازه دادند تا زائران برای راهنمایی، کنترل حالت سلامتی و حمل و نقل کمک کنند. سالهای گذشته در جریان ادای مناسک حج چندین رویداد مرگبار به وقوع پیوسته بود. از جمله در سال 2015 نزدیک 2300 زائر زیر پا مانده جان باخته بودند. از طرف دیگر پس از بیماری کرونا ویروس یا کووید 19 امسال بار اول همه گونه مانع‌های مربوط به این بیماری در سعودی از بین برداشته شده است. در سال 2020 در اوج خروج بیماری کووید 19 حکومت عربستان سعودی به خاطر پیشگیری از پنهان شدن این ویروس فقط 10,000 نفر را اجازه داده بود تا مناسک حج را اجرا کنند. در سال 2022 باشد تنها 59,000 نفر اجازه انجام مناسک حج را دریافت کردند. هزاران زائران از تاجیکستان هر سال برای اجرای ادای مناسک حج فرضی و حج عمره به عربستان سعودی می روند. در ماه مای کمیته دین گفته بود که امسال حکومت پادشاهی عربستان سعودی برای زائران از تاجیکستان برای ادای حج فرضی 7,000 کوتا جدا کرده است و نرخ سفر حج 59,000 سومان برابر به 5,400 دلار برابر بوده است. گفته می شد که گسیل زائران از تاجیکستان از صحنه دوم تا 20 ایون از فرودگاه‌های شهرهای دوشنبه و خوجند به نقشه گرفته شده است، ولی تا به حال کمیته دین در سامانه خود چیزی از گسیل زائران نشر نکرده است. چند روز پیش رسانه‌ها خبر دادند که گروه از زائران در نزد کمیته دین گرد جمع آمده از سرنوشت سفر خود پرسیدند. آنها گفتند با آنکه پول حج را سپردند ولی تا حال نمیتوانند عازم سعودی شوند. مسئولان کمیته دین در شرح این وضعیت گفتند که مشکل در انتقال زائران باید به یک شرکت هواپیمایی سعودی است که در برابر سامان ایر مسئولیت بردن زائران تاجیک را به عهده گرفته بود.